درس قبلی ما خیلی حمایتی بوری گفتیم و امروز میخوایم در نمود 3D استفاده برای اونا سیمکشی انجام دهیم تا که فهمتر شود. نقشه‌ای که ما دیدیم طرز کارش هم گفتیم تیغه بستش در پس از محافظت استفاده میکنیم، یعنی زمانی که بخوری دیگر به این شکل اگر بینیم محرک ما راه اندازی شده است و زمانی که اگر حمایتی بوری کار کنه در مدار زنجیر خود فرمان ما را به این نقطه علاقه پس از محافظه قطع میکنیم. و اگر این قسمت 3D میبینیم که اونجا یک دوریم با نام سرما ریلی حرارتی. نمودش هم به همین شکل است. ما F میگذاریم، فرض کنیم F چند رو ما تو فرق ندارد، ما F 5 گذاشتیم تا که با دیگر رو چی نکنه، مخالفت نکنه. نمودی نقشهش هم دیدیم و فقط یک چیز مهمه باید نکته مهمه در خود همین نرم افزاری کد سیمو تنها در خود همین نرم افزار بینیم. باید قید کنم که زمانی که ما همین حمایه سیربری اگر نمود 3D اگر طراحی کنیم بهترش که همه المان در نمود میدیان یعنی میانه باشد. زمانی که ما اگر خورد میکنیم همین ریلی حمایه سیربری ما هم تیغای بسته و بازش درست کار نمیکنه. یعنی این فقط مشکل در خود همین نرم افزار است و من باری اولم زمانی که یکمین بار همین نقشه را طراحی کردم ریلی حمایه سیربری من تیغای بستش باز بود، یعنی درست کار نکرد و بعد آموختم که مشکلش در استفاده بری از نمودی خردترین است. اگر ما کلانه استفاده کنیم همه المان کلانه استفاده کنیم یکم مشکل در اینجا جوگیر است، تیغا درست کار میکنم. اما برای ما فقط لازم است که طرز همون سیمکشی آموزیم و طرز کارش هم علاقه با ما شناسیم. گفتیم پس از کانتاکتر می آید قسمت علاقه ما سه سیمی خودی همین اکثریت ریلی حمایه سیربری نمودی وصل شوی بیواسطه به خود همین کانتاکتر داریم، یعنی دیگه ما سیمکشی لازم نداریم بعد از کانتاکتر در خودی همین ریلی حمایه سیربری. اینو همینجا اگر بینیم یک نمودی زبانه بریم خودشون به داخل همین کانتاکتر داخل همین پیوستگیش داخل میشن و در همونجا خودشون نگاه میدارن. ما فقط همین بالتای کانتاکتر را میکشیم و از خروجی اون از برآمدی اون سیم میگیریم. ما در این نرم افزار که ما با اون شکل نیست سه سیم از کانتاکتر خارج شده اومد بر ریلی حمایه سیربری و از سه فضای اون خارج شد و خودی موتور بر میکنه باشه. یک کم دیگر ما اگر این پیش پایان تر کنیم تا که تیغه های 95-96 اینتر بخیم، یعنی به همین شکل نورا سرینا این سیفاست از حمایه سیربری خارج شده اومد ترمینال ها و از ترمینال ها با خودی محرک مشاهده کرده باشیم. یعنی گفتیم تیغه بسته و بازدار که ما استفاده میکنیم تیغه بسته 95 96 در این قسمت، یعنی 95 و 96 در اینجا بگذار با همین شکل بسته تا که فهمته باشد شباهت داره به نقشه ما. یعنی فاز علاقه از محافظه که ما خارج کی شد با 95 تیغه بسته حمایه سیربری ما وارد می شود. اکنون دیگر فاز از این قسمت اگر خارج شود ما زمین پیوسته اول وصل کنیم تا که تو پیوست خیلی خود نیترال که معلوم است که با ای دو وصل می شود اون نیوز نداریم. فاز علاقه محافظه که ما خارج می شود و می آید با 95
رله حمایه سیربری. بگذار سیده باشه تا که ما طرز پیوستن سیمان بینیم. یعنی اومد با 95 و بعد از 96 خارج شد رفت ستوپی ما. اکثر اگر بینیم بعد از 96 خارج شد رفت رقم 11 درآمدی ستوپ ما. باقی مونده همون نقشه که بود به تغییر باقی میمونه. فقط پیش از ستوپ ما تیغه بسته بودی همین حمایه سیربری ما اضافه شد. در اینجا علاقه ما خارج میشویم از خودی ترمینال. به این شکل و نزدیکتر اگر و از ترمینال ما خارج شد گفتیم رفتیم درآمدی تیغه بسته ستوپ. از تیغه بسته خارج شد اومد تیغه بازی استارت و از تیغه باز یعنی از این اومد ای یک. تا حال ما تیغه یاری رسانی کنتاکتور استفاده کردیم. یعنی از این قسمت اومد رفت ای یکی ما. و از همین قسمت هم اما درآمد اگر باشد یعنی قسمتی 3 گفتیم درآمدش هم یک سیم دیگر داشت که به رقم 13 خودی تیغه بازی کنتاکتوری ما وصل میشه. این درآمدی اینجا یک سیم نیاز داریم. که بهترش با این شکل هم بگیریم تا که واضح تر باشه. این به رقمی 13 تیغه بازی کنتاکتور و این قسمت 14 بود. 14 تیغه برآمد تیغه باز که علاقه از ما تیغه باز اومدگی بود. یعنی از این قسمت یعنی اومده بود با ای یک. یعنی از این قسمت ما از همین سیم یک نیاز داشتیم یکی دیگر با تیغه خود نگاه داشت و رقم 14 اگر ما شاید داشته باشیم و این سیمی که ای یکی ما وصل شدگی هست. خب سیم کشیش هم به همین شکل است. علاقه یکم فقط چیزی اضافگی که در اینجا شد تیغه بسته‌ای و حمایه سیربری یعنی فاز از محافظت خارج می شود. اول ما حمایه سیربری می رود و بعدم دیگر در همون باقی مانده همون کلیدهای وصل و قطع جواز مشاهده میکنیم. مشکلی که در خود این محصول است اگر بینیم این فاز آمد از محافظت به رقم 95 اما در رقم 96 خارج نشد. از همین جهت ما اگر هرچند که وصل کنیم محرک ما را اندازی نمیشد و علتش هم گفتم که در زمانی که ما اگر قرار است که نمود 3D نقشه کشی کنیم بهترش که نمود میدیان و میانه را استفاده کنیم. اما برای مشاهده کردن مشکل نیست. ما میگیریم همین 95 96 با همین صورت تیغه بسته شد.
و نقشه رو راه اندازی میکنیم تا که ما اون نمود 3D را مشاهده کنیم. منبع را از هر دو جهت وصل میکنیم و میبینیم محرک ما راه اندازش استاپ، استارت، استاپ. و زمانی که همین اگر ریله ما سرباری ما اگر کار کند از این مختلف قدم چی میشه تیغش باز میکند. اگر ما در نقشه مشاهده کنیم یعنی حمایه سرباری ما از اول حمایه میفاز ما گفتیم اینجا وارد میشه تیغه 95 96 یعنی از همین قسمت در که قد میشه که سبب میشه که محرک ما نیز قد میشه. این بود نقشه 3D همون استفاده برای ریله حمایه سرباری. در نقشه آینده ما علاقه دائما از ریله حمایه سرباری استفاده میکنیم. یعنی گفتیم که ما مداری که به یگان حمایه از محرک باشد زنجیری که به حمایت محرک کنیم زنجیری کامل نیست. اما